طبق اطلاع агентии خبری دولت سوریه روز شنبه رئیس جمهور سوریه احمد الشرع قرار درباره پرداخت معاش یک ماه علاوگی برای کارمندان دولت به مناسبت عید فطر را به عمل آورد. در قرار ذکر شده است که این کمک پولی برای کارمندان دولت هم شهروندان و هم نظامی برابر به معاش یک ماه پرداخت می شود. همچنین به آدمان نفقه گیر کمک پولی که با نفقه یک ماه برابر می باشد داده می شود. قرار تاکید می کند که این کمک پولی کارمندان دائمی، موقتی و کارمندان با مزد روزانه در سوریه را در بر می گیرد. این کمک پولی از انداز و برده‌های جدا کردگی آزاد است. طبق اطلاع دیگر در ماه ینور سال 2025 وزیر مالیه سوریه محمد عبازید اظهار کرد که حکومت پس از انجام یافتن تجدید ساختاری اداره کنی در وزارتخانه ها برای تقویت ثمراناکی و مسئولیت پذیری برای یک قطار کارمندان بخش دولت معاش ها را تا 400% زیاد می کند. عبازید ارزیابی کرد که ارزش افزایش معاش ها به بیش از 1.65 تریلیون لیره سوریگی که به قرب دلار آمریکایی که تقریبا به 127 میلیون دلار برابر است می رسد. و ذکر نمود که این مبلغ از خزینه دولتی، کمک های منطقوی و سرمایه گذاری های نو، اینچنین از کوشش های برای کشودن منزل های بند شده سوریگی در خارج مالیه گذاری می شود.